سرنوشت پروازهای دویمی از روسیه به تاجیکستان همانو از پرسش‌های اساسی بینندگان رادیو آزادی در چند ماه آخر باقی میماند. در برابر آنهایی که منتظر بازگشت به وطن هستند، تعداد دیگری که در تاجیکستان قرار دارند دیگر باره در فکر رفتن به مهاجرت کاری شدند. آنها میگویند میخواهند در وطن خود کار کنند، اما چون معاش شایسته نمییابند مجبورند رخت سفر ببندند. بنابر آمارها بیش از 1 میلیون افراد قابل مهنت از تاجیکستان نان خود را در روسیه پیدا میکنند. همکارم عبدالله اشورف در این باره بیشتر میداند. عبدالله سلام، آیا واقعا برای سابق مهاجران توجیک در وطن پیدا کردن کار با معاش مناسب مشکل است؟ سلام شلو، بله، در واقع این را یک نظرسنجی اخیر نیز ثابت کرده است. یک گروه از ساکنان تاجیکستان در نظرخواهی سازمان بین المللی مهاجرت گفتند که از ناچاری به روسیه میروند، چون در کشور با معاش کم نیز جای کار پیدا نمیکنند. در همین حال کارفرمایان و متخصصان اداره‌های شغل اهالی برعکس میگویند جایهای خالی کار هست، ولی کسبیت کارجویان به طلبات معاصر جوابگو نیست. این پژوهش در ماه ایول و آگوست امسال با پشتیبانی مالی ژاپن و دایر شده است، از جمله در میان کارجویان و مسئولان اداره‌های بخش شغل. به عباره دیگر، خلاصه ساده این نظرسنجی این است که اکثریت گفتند نمیخواهند به مهاجرت رفته غریب و سرسان شوند، بلکه مایل به کار در زادگاه خود هستند. اما در تاجیکستان برای اکثریت جای کار نیست و یا اگر هم هست، معاشی که به کارمندان پرداخت می شود آنها را قانع نمی کند. این است که یک قسم بزرگ و یا 3/1 افراد قابل مهنت از تاجیکستان به مهاجرت کاری می روند. اما یک نکته تازه‌ای که تحقیقات آشکار کرده است این است که بیش از 50% پرسیده شده ها گفتند آمادند با معاش کم در کشور کار کنند. به عذاب مهاجرت مهنتی و پایمال شدن حقوقشان هم اشاره کردند. بر علاوه گفتند در شرایط پاندمی پیدا کردن جای کار در روسیه خیلی مشکل شده است. عبدالله، چون درباره شرایط کار در روسیه گفتیم، امروزها ده ها زنگ و درخواست میگیریم، مثلا خودت هم، که مهاجران میپرسند کی راه باز میشود تا به وطن برگردند. بگو که وضع مهاجران عین زمان در روسیه چگونه است، چون با بازگشتن معلوم است که اکثریت شانس کار پیدا کردن در تاجیکستان را ندارند. بله شهلا، امکانیت بازار کار در تاجیکستان خیلی محدود است. در روسیه نیز کار و زندگی مهاجران آسان است، اما حالا به فرق از فصل بهار که با خروج کرونا ویروس در روسیه از جمله مسکو کرانتین شدید جاری شده بود، وضعیت فرق میکند. با وجود افزایش سرایتیابی به کرونا ویروس، کرانتین جاری نشده است و اکثریت کارخانه ها خصوصا کار ساختمان ادامه دارد. اگر قسمی از مهاجران کار میجویند، قسم دیگر هم از بودن جایهای کاری خالی خبر میدهند. امروزها برای مثال چندین پیام به این عنوان دریافت میکنیم که مهاجران از گوشه‌های گوناگون روسیه از جایهای خالی کار خبر میدهند. پروازهای منتظم میان شهرهای روسیه و تاجیکستان هنوز بسته باقی میماند، اما پروازهای چارتری ادامه دارند. روسیه اخیراً برای آغاز پروازهای منتظم به 24 کشور از جمله همسایه کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان اجازت داد، اما در این میان نام تاجیکستان نیست و جانبها در این زمینه هنوز به موافقه نرسیدند. سپاس عبدالله. من یادآور میشوم که سفیر تاجیکستان هفته گذشته بار دیگر به شهروندان تاجیکستان مراجعت کرده گفت که بدون احتیاجات سخت از روسیه نروند، زیرا بازگشت آنها از تاجیکستان به این کشور با نظر داشت پاندمی کووید 19 به مراتب مشکل خواهد بود.